من یه نکته خدمتتون بگم. اولا سوال بسیار خوبی است. همونطور که خدمتتون عرض کردم، بحث تنظیم قرارداد مهمترین چالش برای یک فرد حقوقی هست، به خصوص در سازمان‌های دولتی، خصوصی و حتی بخش خصوصی. فرق نمی‌کنه. عرض کردم که شما قرارداد باید جوری تنظیم بکنید که فکر کنی همین امروز شما به اختلاف خوردین و در محضر مقام قضایی یا در جلسه داوری باید دفاع کنید. این موردی که جناب عالی فرمودین دقیقاً همین موضوع. ببین، هیئت مدیره هست طبق اون آخرین روزنامه رسمی ثبت شرکت‌ها، اما صاحب امضا نیست. دو تا مقوله جداست. وقتی که شما با یک فردی که به عنوان شخصی حقوقی داره طرف قرارداد هستین و قرارداد تنظیم میکنین، ملاک شما باید چی باشه؟ آخرین روزنامه رسمی